دیدی؟ هانیه کجا؟ شیرو باید نومد وقتش دمام بزنیم. کجا؟ تو سیران قایمش کردی؟ از خونه مو برو بیرون. ما برم بیرون؟ بیرونتون میکنم. خاک قبرستون هم بتون نمیپاشم. نه خدا بیا از سلاخت بیرون. گفتم برو بیرون. او خوش عزادارن. تو که عزادار نیستی. اومدم تا هم عزادار کنم جلو بدبختا خونه کشه. کی خط نشون میکشه؟ شما به چه حقی اومدین خونه ما؟ چه حقی اومدن خونه تو؟ چی خاطر عزیزاشون؟ چی خاطر کوکه عزیز ما؟ برم کاسه عدرسه برم کن چی سک پدر گفتم ناخدا دریا خرابن نرو. اما حرف ایش که گوش نداد رفت 7 نوناوه رو به کشتن داد. گفتی ناخدا دریا چطور میبینی؟ گفتم من ناخدام خدا نیستم خواه. همه او 7 نوناورم مثل ما محتاج نون میدم که زدیم دریا. برو بیرون گم شو. گفتم برو بیرون بیرون. بگیر بوا بیا. دارو ندارم او صدام لنج بی خو رفته دریا. حالام نمیذارم زخم زبون لا علاجه. چه بگم؟ هانیه به شیرو تو خونه و زندگیت بار زدی. بارم که رفته دریا زایر.
اینه که آوردم سید سربارن. خب حالا میخوای چه کنی؟ والا اومدم چه بگم والا اومدم که بگم جاشوی لنجت میشم. شدنی نی؟ این حرفا چنین که میزنین ما هرچی یادم میاد خونزاد شما یا کت خدا بیدن یا ناخدا. تو باید اقب به ما منت دارین که نگو نپرس. ناخدا زارلو چه قصید گفتم این مردم تنگک تقصیرن اونازاه. هی امون از آدم دل را ظاهر و باطن ناخدا. همون ننه بشیرو یه چرخی توش بزنه و دستی به در دیوارش بکشه میشه گلستون، میشه توش هجله بس. دستت ببوسم زاه. نه خدا این کارا چنین که میکنی یه حرفا چنین که میزنی کم و کسری هم اگه بید که البته هست از بانگا بوسنی تا بگم برقشم وصل کنن. تا او مرحوم توی امارت بی اینجا شده بی چال موری و بنده رو بند داشت شو نبی که سماوره روسیش غلغل نکنه. بو قوی دم که رشت او سر ولات میرفت. اما کو حالا یکی اینجا پرناک نمیزنه. چرا؟ بله این پیل گاری ما قبول بشمارش. برو قبول دارم. میخوام جلو چیشو خواهم بشمارش. مدام کارم نشو. ادی پام از اینجا گذاشتم بیرون فرا پس فردا نگه تیکه سرت منش قابل بریده نگه میدم. برو مدام کارم نشو. گردن نمیگیرم ها. برو قبولش دارم. برو
برو پسر برو من باگاره نمیخوام بریم برو ماشین میخوام من بخوام ماشین اینجا گیرت نمیاد گیرم میاد ولش کن کجا؟ میخوام برم اون بره بندر اون بره بندر چینه بگو اون سر دنیا نمیتونی من میخوام با ماشین برم بذار آقا ناشتا نخورده؟ دیرن بشیرو دوباره که یادت رفت سلام آقا تمامه زاخده کجا؟ همین شما غمتون نباشه خیالتون آسوده باشه سلام سر علیک سلام تو فقط مزنه بازار دست شما غمتون نباشه کاری باید نره فعلا ممنون مرحبا زیاد خدا حافظ چند تا دیگه مونده 3-4 تا یادت باشه در کو هم قفل کن خسته نباشه جوون ممنون چقدر تک کردم تنه کردین بیا موسی پیل دمام نوردم زرخه موسی پیل دمام نوردم زرخه ده بچه شوده چه؟ میخوام از شو تا صبحدم دمام بزنم تو؟ ها میمو چمه بیا موسی پیل دمام نوردم زرخه ده بشیرو اینجا سلام زینه علیکم السلام سی گواره میخوام بشیرو برو بخوام میام جمع بده برو ما اومد خود برو خونه سینه نش بگو زهر ما باید دمام بزنم ایشالله چه؟ ها یا نه؟ ایشالله خواه ایشالله هم دیگه نه زهر نشد مک یا مک ها یا مک نه گفتم ایشالله گفتم مک هی میگه مک اگه بخیر میشه نه خود دیگه سی چی میگه ایشالله اون اول میگفت نه مو خلاص خب نه خلاص راحتم؟ نه بیا
مادر نکنه خیلی ممنون ببخشینا خداحافظ خداحافظ بشیرو بشیرو بیا پایین زود میگومت بیا پایین بیا جلو بیا ورشون دار گفتم ورشون دار حالا دو دستی پول خونه میاری دو دستی و با احترام مثل بچه آدم مثل مرد یه بار دیگه پول جلوی ما پرت کردی نکردی ببخشید بفهم دستت درد نکنه خسته نباشی خب حالا سیمو بگو ببینم چه شده چه تن دیگه سی شمر بار ببرم سی زارخدر بار میبرم گناه کرده بارش میده به تو بلکه بی تو مون توشه نمونی ها من از گرام دمان بزنم این کمگوت ولاک میزنم شیرو مردم خود زامن نظر تو نیسته هسته سلام زیره علیکم سلام خوش آمدی ممنون فرما زحمت نکش میشینم رو زمین زحمت نکش نمیشین خیلی ممنون دست در خیلی خوش آمدی خیلی ممنون خاطر تو خیلی ممنون سلام میرسونم به چه ها خوبن خدمتی باشه والا سپردم سید عبدالحسین گواره علی اصغر بسازه وقتشم بیارنش عبدالحسین همین تنگک؟ ها تنگک سیچه سید عبدالحسین سیچه تنگک دستش خوبه خیر داره خود میفهمی نه بشیرو پسر بچه نابالغ بره گواره بیاره بهتره ها میفهمم میخواستم اول سی به شیرو بگم اما درگاه اول با خود حرف بزنم ببینم راضی هستی یا نه اینم موزه دستش چطور دلم رضا بده به شیرو بره تنگک نه به شیرو یک سال از اون ماجرا میگذره خب منم نیت خیری داشتم میخواستم یه پولی ها میفهمم شما بزرگی میکنی اما بگو 100 سال گذشته توی تنگکی های نمیشناسی زیره مخوام پیش آقای زارخدر باش حرف میزنم این کار دخلی به زارخدر نداره گواره سفارش زیره گفتم مخوام پیش آقای زارخدر باش حرف میزنم گفتم این کار دخلی به زارخدر نداره تو هم نه پیش زارخدر میری نه تنگک خلاص خب ببخشی نه به شیرو من میرم کار دارم خدا حافظ زحمت نکش دارو خدا بفرما تنگک رفتن ما دخل بیش که نداره چه گفتی؟ تنگک رفتن ما دخل بیش که نداره حرف زیادی نزن بچه به خط بالای خود نگاه کردی؟ بوهاتو زدن از تنگک در کردن ننت به این روز انداختن حالا تو نیم وجه بچه میخوای بری تنگک چه غلطی بکنی؟ میختویلی خروز تو مرد تنگک رفتنی؟ خب خرمال باربریا و کاره خورده ریزه و تک دوش مال ما دموزه مال دیگرون نظر خود بگو این انصافه بشیرو حالا موک چند؟ دمام بزنم مک نشد نه
از شو ده تا خود سوبدم این بود لجبازی لجباز یه دنده چغر زیر بار مرو لجباز نمیدم میتونستم تا سوبدم دمان بزنم آشورا خود تموم شدنی نی بشیرو سال دیگه ایشالله بگو ایشالله زر یا یه جوری بگو که یعنی ها دیگه باش یعنی ها برو تنگک صبح بده زیره به سلامت زار خدر قولت داد دمان بزنی؟ نمیفهمم چطور نمیفهمی؟ می تشریف نبردی با آقای زار خدر حرف بزنی؟ گفتم نمیفهمم سراس حرف نمیزنه پس دیگه حرف تنگک زدی نزدی ها تنگک رفتن ما تنگک رفتن ما دخلی به کار زار خدر ندارم پس چه؟ تنگک رفتن ما سر جای خوش آوردن گواره هم سر جای خوش ما باید برم تنگک دوباره فرمایش بفرما چطور تا دیرو حرف تنگک نبی؟ حالا که حرفش شده بسرم زده برم میرم آقای بشیرو خیال کردی سی خود تو شهری ور و ور میگردی مرد شدی؟ همین تنگکی ها بیدگی بلا سر ما آوردن که بوات بارش بست اومد بوشهر یادت رفته؟ سیچه لالمونی گرفتی؟ تو هم اگی بارش بست اومد بوشهر شد سربار زار خدر سی تو بید سی هانیه بید اما ما حالا سی تو هانیه باید برم تنگک تنگکی ها پوست میکنن ریغو سر سلامت بکنن این مردم پوستمو بکنن مردم پوستمو بکنن ما پوست نهنگ دارم حرفای گنده گنده ای یه بار دیگه حرف تنگک زدی هم چی شلالت میکنم چپ و راست که وای بات نکرده باشه خلاص بشیرو چه پیرنکو قشنگن ریت میاد ما گونی میفهمی چه نه گونی هم برم کنم ریم میاد حالا ما یه چیزی تو خریدم خیلی ریت میاد خیلی ریت میاد دست درد نکنه بشیرو دوباره که یادت رفت کجا با این رخت و لباس؟ تنگک تو تنگک نمیری میرم گفتم تو تنگک نمیری
رفتی ویلا ناامیدانه کردی به شیرو. دست باز زنی که قربتی. ساشا با اون جزء باری؟ مو سربارم. سربار بیدم. خلاص شدم. خلاص. اینجا باشه ما الان برمیگردم. بار چه داریم؟ بار دیگه مگه نمیدونی؟ بار بدبختی در بدری. بار نامردی. چه سوزی با هم داریم؟ خارمه.
ممنوعه. چرخم رفته اونجا اونا. برو ممنوعه. چشم ممنوعه خوش رفته. برو ممنوعه. سرکار این چرخ خون نمیفهمیده ممنوع اینجا. ای غل خورده کار دنیا رفته اینجا. حالا تو بیا پایین بدش ما دیگه. نمیتونم بیام پایین. ممنوعه. برو. پس میخوام میام داخل برش میدارم میرم. تو میای داخل؟ ممنوعه اصلا. برو. پس این بنده میندازم میارمش. این خود دیگه ممنوع نیخوا. بچه کجایی؟ بوشهر. کجا میخوای بری؟ دنگل. کجا؟ میخوام برم او بخورم. ایخو او نداره خو. نداره خون نداره. شیفت بعد میارن.
بشیرو بسر زارلو بسر ناخدا زارلو تنگکی فرمایش خدا سلام سید حالت خوبه؟ خسته نباشی ما اومدم برای گواره زن زارخدر نه سید چیزی نیست ننم هم حالش خوبه آنی هم حالش خوبه ما پاش خیلی فرقی نکرده امسال نست کرم اگه خواهی بخواستی پاش دمان بزنم ننم هم کار میکن خوبم با ای گاری سید گاری بردم گاری دختر یه گاری ندیده؟ ها؟ گاری ما ندیده؟ نه بلا سر بام در مرده حالا هم داره سر مو در میاره بام اگه از تنگک رفت سی مو بید
سیهانیون نبید اما ما حالا خودمون تنگک به هیچ قیمتی هم بر نمیگردم ما وای میسم تا آخرش خیال کردن تازه ای گواری الیاصغرن مگه کوم کوفن اینا وا میگی نرسی که تا صبح بدم دمام بزنه اما ما میزنم ما سپاهی هانیه ناز دارم ما وای میسم تا آخرش خیال کردن اینو بهشون بگو سید عبدالحسین ما بشیرو بسر زارلو بسر ناخدا زارلو تنگکی ما وای میسم تا آخرش تا آخرش شنفتین یا نه دهی مردی خودتون نشون میدین تا نشونتون بدم داری سلالتون کنم چه براست که بوی بواتون نکرده باشه گردن خورده
دیر نکرده. چی بلایی سرت آوردم؟ باید میوردمش آوردمش مرد و قولش. آفرین. آفرین چه؟ مرد و قولش. سی میگم آفرین. خب چه؟ مرد و قولش. قولی ندادم. دادم. بشیر روسی چه گواره اینجا. بشیر چه بلایی سرت آورده؟ بشیرو متونه دوست دارم. باباتم دوست داشتم. من یه وقت کاری سی تو میگم سی این که اگه میفهمم سینه که بیتون برو توش نمونم که من خرج خونه باشم. اما آقای زارخدر ما قبل از اینکه برام تنگر کشی دیگه سیده گفتم. گفتی اما من نمیتونم دمام بدم کولت. به کی بگم تو نزن بده به این بچه بزنه. هر کی میبینی از اون محرم تو این محرم صبر کرده دمام بزنه سنج بزنه بوق بزنه علم کتل بلند کنه. هر کسی خوش نظر و نیازی داره. هر کسی خودش یه نیتی داره. به کی بگم ها به کی بگم؟ آقای زارخدر این نامردیان ما نامردیان. سوختم آخه چند نوبت والا در بر خود رخت ماتم دوختم
آخه امر باب گرامت وای به کجا رفتی تو وای آخه به کجا رفتی تو وای روزگارای بیدادای دل مجروح من چرا خستی تو از برم لالای بلبل من لب نوا بستی تو آخه لب نوا بستی تو گلاب بده منو که کاری دیگه دارم. مواظب باش بابا. تمومه؟ بله. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. ابو جارو بفرما. برو سراغ بلندگوها. میخوام ابو جارو حسینی کنم. ابو جارو حسینی نظر خوبه. باید چند گفت مردم ازش نگی که مردم هر چند گفت مردم ازش نگی که مردم آن زارو ما به تلارا ای وای تشنه کشتم حسین ما را ای وای تشنه کشتم وای تیر آمدش سر تیر شمشیر روی شمشیر تیر آمدش سر تیر شمشیر روی شمشیر دلبند مصطفی را ای وای تشنه کشتم ای وای تشنه کشتم صدای آهوانه یتیمان صبر او برده به کف آبی ندارد از برای آن همه عطشان نمیدانه سالش را چگونه برداد پاسخ که او خود مانده دل مانده که آید خسرو خوبان چه افغانان فریاد دمادن گیرد از عمه سراغ باب خود گریان میان خیمه ای غمگین نشسته زینب نالان به چشمش مانده دل مردد دلش دمی
داماد آمد نندی که سبیا برن وای که داماد آمد باید آقا مرجعت برن وای که داماد آمد از نوی زواب در جهان وای که داماد آمد وای که داماد تشنگی جان میدهم الوداع خواهرانم الوداع الوداع جان را به جانان میدهم الوداع خواهرانم الوداع الوداع در ایمان میدهم الوداع خواهرانم الوداع الوداع گویا علیلی الوداع گویا علیلی الوداع زینب الوداع علی بیتی الوداع حسن داماد الوداع فتح الوداع علیک السلام، خیر باشه. به شیرون اومده خونه؟ نه اومده، عصر اومد گواره آورد و رفت. رفت؟ ها. کجا رفتی بچه؟ خونه دوستی، رفیقی. دوست و رفیق نداره ای بچه که.
سیچه نمیخواستی ننه؟ خوام نمیبره. ننه چه ننه؟ چه ننه؟ هیچ.